حاج آقا چسبوند. وای چقدر باحال بود. سلام رفقا، خیلی خوش اومدید به این ویدیو جدید. مستر سورام و اینجا با هم دیگه ریاکت واقعی با خنده واقعی داریم. امروز هم قراره با هم دیگه بریم سری از خفن ترین دوربین مخفی اینستا رو ببینیم و کلی با هم دیگه صفا کنیم. اگه ویدیومو دوست داشتید حتما چنلمو ساب کنید، ویدیومو لایک کنید، نظراتتون رو توی کامنت ها رو بنویسید که این کار شما منو خیلی خوشحال میکنه. از ویدیو امروز نگذریم، بزنیم که بریم. بچه ها راستی چنلمون هم بیشتر از 20 نفر شد آقا، مبارکه. همین جوری انرژی بذارید، چنل رو یه هول بدین، رفتیم به سمت 50 نفر و خانواده‌مون همین جوری بزرگتر و بزرگتر شده. درست میگم یکی اومد؟ بله. خب بریم سراغ ویدیو اول. چی شد نفهمیدم. صاف تو چشای من نگاه می‌کنی لیست میزنی یعنی چی؟ این کار خیلی بستنی میخورم خانم، چیکار شما دارم؟ بستنی میخوری تو چشای من؟ گشنته؟ بستنی منو نخور. خوشو برو. بستنیمو نگو که پرتش کردی. آقا این طرز بستنی خوردن روی من یعنی چی؟ زشته این مدل بستنی. خوشوره دختر. خوشمزه؟ خیلی من عاشق بستنی ام. بفرمایید. مرسی. آقا یعنی چی؟ آقا من نمیدونستم. واقعا نمیبینی؟ منو بگو، من لحظه بکنم پسره واقعا کوره. نه میبینم دارم ادا در میارم. مسخره. 2 تا بستنی هم. آقا ببخش. بیا برام بستنی بخرم. ببخش. برم کن خانم. آقا ببخش. یه تماس میگیری با برادرم؟ 912. ببین اگه شماره ای که داد شماره خودش باشه واقعا آدم دیوسی. سلام، خوب هستی شما؟ اگه اجازه بدی میخوام عشق زندگیم سیوت کنم. نه شمارت گرفتم. تو میبینی؟ میبینم دیگه، بعد مگه میبینم؟ وای چقدر باحال بود، چقدر خوب شماره رو گرفت. وای ببین اگه این ویدیو به چقدر بگیم به 100 تا ویو برسه منم یه همچین دوربین مخفی تو یه همچین ساکوفازی میگیرم. خب آقا بریم سراغ دوربین مخفی دوم. آقا من از شبکه بهداشت مزاحمتون میشم، میخواستم ببینم شما بین 20 میلیون پول و سلامتی کدوم رو انتخاب میکنید؟ من سلامتی رو میخوام. فقط سلامتی؟ خب آقا یه لحظه شما هم میشه بیاد، یه لحظه پس وایسید. شما جناب بین 20 میلیون پول و سلامتی کدوم رو انتخاب میکنید؟ من خدا رو شکر آزمایش دادم گفته سالمی. حاج آقا چسبوند. پول خدمت شما باشه. 20 میلیون جایزه نقدی از طرف شبکه بهداشت. نه حاج آقا گفتن سلامتی رو وای مبارکشون باشه. 20 میلیون خب چرا پس 20 میلیون رو انتخاب نکردی که بخوای؟ نگفتی که من اومدم گفتم شبکه خبرداری. نه نگفتی. به قرآن نگفتی. حلال کن دیگه حاجی، ایشالا که هر عزیزم. مرد باش. چی؟ مرد باش. دیگه خب نگفتی، من کارت هدیه رو دادم به اون آقا رفتی. نورمال ترین پیرمرد اصفهانی. دلم میخواد به اصفهان. آقا من این دوربین مخفی و دوربین مخفی قبلی هم بیشتر دوست داشتم، این خیلی خفن بود. دقیقاً. بریم سراغ دوربین مخفی سوم. سلام خوبه. باید لازم گوشی داشتم با شما کار داره. شما تو صحبت کنید. آره لازم باید صحبت میکنم. ببین چی میگه. دوی سلام، خوبی؟ این داداش من اسمش احسان از خونه فرار کرده، مسلحه. اول اینکه بوسش کن، بعد ببین بگو خواستی ازم نداری هرچی انجام بده، اینجوری خطر تهدیدت نمیکنه. ببین چی میگه بهش، گوش کن. پسر مرده خایه کرد. خاک پاتم، هر کاری داری دستوری داری به من بگو. باشه اسم
هر کاری بهم انجام میدی؟ آقا دستور من یه آهنگ بزنم میذاره برام برقص بشه. یه لحظه باشو. قبول کرد. بیا جلو. ای داره میرقصه. بیا اینجا بشین اینجا. قشنگ میرقصی یا شیطون. من کی گفتم خواهی کرد؟ این نقطی میاد اینجا. وای عالی بود. ببین من این دوری مخفی و دوری مخفی دومی هم بیشتر دوست داشتم، خیلی خفن بود. خب آقا بریم برای ویدیو بعدی. ببخشید میشه با هم دوست شیم؟ جانم با هم دوست شیم. از زمین با آسمونه. چرا که نه، من فقط خیلی وقت سینگلم. یه ذره خانم من این آدمو میشناسم. این آدم بی‌شرفیه. تو پارکا میشینه به دختره مردم تیکه میده. هر کی میخوای برو بپرس. معتاد عملیه. اینو از این آقا بپرس. آقا داره چرت و پرت کنه. ببین پسره الان قشنگ 2 کیلو کم کرده. آقا شما این آدمو میشناسید؟ آره چرا نمیشناسم؟ این همینی که همیشه اینجا میشینه به دختر تیکه میندازه. منم گفتم آقا دارن زر میزنن. چی داری میگی؟ پسره ریده. نترس. بابا دیروز دیدم خانم چک زد بهت گفتی که میندازی. من بعد یه عمر اومدم با 2 نفر با هم شده انی اوکی. آره راست میگه. پاشو بیا بریم. پاشو بیا. وای عالی بود. ببین متاسفانه من خودم یه همچین خاطره‌ای داشتم، خیلی بده. منم نشسته بودم کنار یکی، بعد رفیقام اومدن گفتن دوست دخترت زنگ زد، در حالی که دوست دختری اصلا وجود نداشت. حالا اگه پیداش کردم ویدیوشو براتون میذارم. آقا بریم سراغ دوری مخفی نمیدونم چندم. دمه پسره که به اتفاق قرار بیفته. فکر کنم فان نیست. با خانم نسبتی داری شما؟ دارم که دارم. به شما چه ربطی داره؟ من ربط داره. شما خانم نسبتی داری؟ بله نسبت. حالا رفیقای من جای پسر بودن فکر میکنن دختره داره نخ میده. شما نسبتی داره آقا؟ میگم زنمه. تو چی کار داری؟ شما نسبتی داره آقا؟ تکون بده سر تو. چرا صحبت نمی‌کنی؟ بابا میگم زنمه. با شما نسبتی نداری خانم. چرا نسبت داره؟ باشه نسبت داشت میگفت. نسبت داره. بابا ترسیده. چی کار داری؟ برای چی ترسیده؟ ایزانته برای چی ترسیده؟ الان داریم راه میریم. برای چی ما گیر؟ پسره پیکنیک داره. چی کار داری میکنی؟ آقا من باید زنگ بزنم سعده. به سعده برای چی زنگ میزنی؟ میگم زنمه داداش. زنگ نزن. زنگ نزن. دارم دوری مخفی میگیرم. ببخشید تو خدا. ببخشید. دمت گرم. قشنگ ترسید. دمت گرم که انقدر ناموس پرستی. لیلت حالیت میشه. خیلی گلی. آقا این علامت از کجا فهمیدی؟ توی ویدیو خارجی دیده بودم. این علامت کمک جهانیه. بی تفاوت نداره. بعضی موقع خیلی واجبه. دمت گرم. ببین دوری مخفی فان نبود، خنده‌دارم نبود، ولی خب خیلی خوب بود. دم پسر گرم واقعا. خب رفقا رسیدیم به آخر ویدیو. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. امیدوارم ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما ویدیومو لایک کنید، یادتون نره چنل رو ساب کنید و نظراتتون رو توی کامنت برام بنویسید که این کارتون به من خیلی انرژی میده. امیدوارم همون هفته دیگه ببینیم. فعلا